این برکین ما هیچ رشدی نداشت که مشتری عزیزم آورد تا براش هیدروپونیک انجام بدیم. خاک رو از ریشه گرفتم و کامل شستمش. بعد 5 دقیقه داخل گاجکش ریشه رو استراحت میدیم. ریشه گلمون رو کف سبد میذاریم و با لکاپون کامل چفتش میکنیم. فیلودندرون ها گل هایی هستن که به راحتی به هیدروپونیک جواب میدن. گلدان سایز 14 مون اندازه این گلمون بود که 1 لیتر آب داخلش میریزم و از هورمون ریشه‌زا و اسید برای کم کردن pH آبمون استفاده میکنم. بعد اینکه برگ‌هاشو شستم اسیدامینه بهش اسپری میکنم. اگه دوست داری بدونی 2 هفته بعد چه کودی میخوام بریزم کلمه برکین رو بفرست.